بسم الله الرحمن الرحیم. درود سلام خدمت شما هموطنان عزیز. خدا کنه جور و صحت سلامت باشین. و امروز در یک فضای بسیار قشنگ و دلانگیز آمدیم. یک طبیعت بسیار گوارا و خوب هم داره. دلیل آمدن ما این است که عزیزان شما شاهد هستین که اندک وقت مانده انشالله با عید سعید اضحی و این تحفه بر مسلمانان که مسلمانان در سراسر دنیا این عید را جشن میگیرند و همچنان عرفه است که حجاج عزیز ما در عرفات اینا مراسم انجام میتن و بعد قربانی که به اصطلاح امو رسم دیرینه مسلمانان در سراسر جهان است، امو رسم را ادا میکنن و ما هم از امی دریچه آغاز کردیم کمپاین‌های قربانی خود را که به نمایندگی شما مردم عزیز ما در افغانستان حضور دارم بیاین که این قربانی ها را در افغانستان انجام بدیم. فرصت بسیار خوب است. شما شاهد هستین که ما در سالان گذشته هم بر شما قربانی در افغانستان انجام دادیم و گوشت از به دورترین نقطه به مستحق‌ترین افرادش ان شاء الله رساندیم. مردم افغانستان شما شاهد هستین که بیچاره از اقتصاد بسیار پایین دارن، یعنی سطح اقتصادشان خیلی پایین است، مردم به وضاحت است. پس شما خوب است که این قربانیاتون در افغانستان انجام بدیم. ما ان شاء الله قربانیاتون در اینجا انجام میدیم و قیمت های گوسفندا و همچنان بز و گاو را روی اسکرین شما تماشا میکنین. قیمت ها مختلف است. گوسفندای کلان با یک قیمت است، گوسفندای متوسط با قیمت دیگه است و همچنان بز و گاو شریکی. تمام معلومات ها را روی اسکرین شما میبینین که با دلار امریکایی براتون ذکر میشه و انشالله فرصت بسیار زیاد خوب است. شما هم دست به کار شوین. بخیر از نمیال هماهنگی داشته باشین. عزیزای ما که در شهر زیبای اوتاوا هستند میتونن با همراه حاجی صاحب رحیم اقبال عزیز هماهنگی داشته باشند و دوستای ما که در شهر زیبای تورنتو هستند اینا میتونن با کمیته جمشید جان معروف با کمیته زنا در تماس باشه. با خود جمشید جان ان شاء الله ما در خدمتشان هستیم و عزیزایی که در سراسر کشورهای دیگه هستن میتونن همراه خود حاجی صاحب رحیم اقبال در تماس باشن. از نمی لحظه دیگه بخیر ثبت نام بکنن ان شاء الله که ما بخیر برشان بریم از نمی آمادگی خدا بگیریم که بخیر باز قربانیشون در افغانستان انجام بدیم. دیگه گوسفندکام بسیار گرسنه بودن، نام خدای نه علف هم خیلی خوب نوش جان کردن.